رسول اکرم گفتگی هست شما لباس هاتون بهتر کنین، خانه هاتون به صلاحیت بیارین، یعنی خاندانتون تازه کنین، جویبارهای نزد دروازه‌تون تازه کنین، تا که خلاف یهودی‌ها شما کار کنین که یهودی‌ها را کوچه و خانه هاشون چرکین است. امروز یهودی‌ها این حدیث پیغمبر خدا را گرفتند و چرک در ما و شما گذاشتند. امروز ما و شما چرکین هستیم، ما و شما بدبو هستیم، ما و شما خانه ها ما پاکیزه نیست، لکن یهودی ها امروز پیش رفتن. یک روز یک برنامه را از برنامه الجزیره تماشا کردم. در همین انگلیا یک سوداگر با دست همین لوچی خود در وقت سودا کردن نان با یک خریدارش نان قپیده بر دستش داده است، همون کس در محبس خانه کشیدن، حتی با یک جریمه کلان خلاص شد که چرا تو نان به دست خالی قپیدی، چرا در دست خود یک دستکشک نکشیدی و نان بقپی. این تا چه اندازه اونها احتیاط دارن امروز. و همین پاکیزگی و همش از ما و شما ساخته، پیغمبر خدای را گفته است، لیکن امروز ما و شما پروایی نداریم. میریم جایگاه خوابمان بو میکنه، چرکین از فرقی ندارد. لباس ما دزمال کردگی هست نیست، گریبان ما و شما در کدام صورت است، به این تماما اهمیت نمیدیم، پوشیده رفتن میگیریم. در این نزد خداوند شما گناهکار میشین. حتی عباره مختصر که کتاب صلات چی میگه؟ و فی ثیاب البذله، اگر لباسی که چرکین باشد، داغ داشته باشد، بوی داشته باشد، نماز نخوان در او. امروز باید ما و شما به اینو اهمیت دهیم. رسول اکرم در دوره هایی که ما و شما را در یک طبق خوردن امر کرده بود، صحابه ها با پاکیزگی بزم همین قدر به آبی چیکار میکنن؟ رعایت میکردن. امروز در بر پهلو یک برادر نشسته در طبق دست دراز میکند، باور کنین در ناخون همون کس نگاه کنین طبیعت کسی نباشد خیره میشود. آدم باید که البته پاکیزه باشیم، تازه باشیم. آخه خدا را شکر امروز همه شرایط هست. همین شرایط برای تازگی فقط صابون و آب است. باور دارم که در اکثریت ما و شما همین موجود است. آخه این را به جا بیاریم، تازه باشیم، پاکیزه باشیم، خوشبو باشیم.